مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: به یکدیگر حسد نورزید و در معامله یکدیگر نجش نکنید. معنی حسد زوال نعمت کسی را تمنا کردن است. یعنی حسد کننده اگر چیزی را از مال و ثروت بر دیگران ببیند ناراحت می شود و آرزو می کند که من چنین مال داشته باشم و او چنین مال نداشته باشد. و معنی نجش اظهار خرید یک مال به قیمت بالاتر بدون قصد خریدن آن است. یعنی شخص بدون این که آن مال را بخرد اظهار می کند که من این مال را به نرخی بالاتر می خرم. این کار برای فریب دادن خرنده و تحریک او به خرید آن مال است. مثالش چنین است که زید فروشنده است و بکر خرنده است و مالی که 5 سومان قیمت دارد میخواهد آن را ارزانتر بخرد، ولی در اینجا شخصی سوم عمر بدون قصد خریدن آمده اظهار میکند که من این مال را به نرخ 6 سومان میخرم، بیا آن را به من بفروش. پس بکر یعنی خرنده سراسیمه شده مال را 5 سومان میخرد. انا همین کار شخص سوم یعنی کار عامر را نجش میگویند و عموما این کار با مصلحت فروشنده صورت میگیرد. در دوام حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: نسبت به هم کینه نداشته باشید و به همدیگر پشت و با یکدیگر قطع رابطه نکنید، یعنی قهری نکنید و بر خرید و فروش دیگران خرید و فروش ننمایید. یعنی به اصطلاح مردمی ما سودای یکدیگر را نزنید. مثالش چنین می شود که زید فروشنده است و گوسفندی را می خواهد 200 سومان به بکر فروشد. در اینجا شخصی سوم یعنی عمر آمده سودای اینها را می زند. عمر برای فروشنده می گوید که بیا گوسفند را به من فروش، من آن را به مبلغ 250 سومان می خرم و سودای برادرش را زده خودش آن را می خرد. یا اینکه به خرنده می گوید که من چنین گوسفند را به نرخ ارزانتر می فروشم، یعنی 150 سومان می فروشم، بیا از من آن را خریداری کن. عمر سودای اینها را زده خودش سودا می کند. در دوام حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: بندگان خدا و برادران همدیگر باشید. مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی کند و یاری او را ترک نمی کند. تقوا اینجاست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با دست 3 بار به سینه مبارک خود اشاره فرمود. برای شخص مسلمان همین اندازه از شر و بدی کافی است که برادر مسلمان خود را تحقیر و توهین نماید. تمام حقوق یک فرد مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است: خونش، مالش و ناموسش. روایت مسلم. برادران و خواهران عزیز، ما که دعوا میکنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم، پس چرا با این سخنان گوهرباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل نمی کنیم؟ با همدیگر حسد می‌ورزیم، با برادران ایمانی بلکه با برادران نسبی خود بدرفتاری میکنیم و قهری مینماییم. با برادرانمون ستم میکنیم و یاری آنها را ترک میکنیم. برادران و خواهران خود را تحقیر و توهین میکنیم.
آبروی آنها را میریزیم. حتی فکر هم نمی کنیم که آبروی یک فرد مسلمان در برابر خونش قرار دارد که اگر آبرویش را ریزاندی گویا خونش را ریزاندی و گناه ریزاندن خونش را به دوش میگیری. الله متعال همه ما را توفیق عمل کردن به این سخنان گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گرداند و همه ما را از جمله نجات یافتگان و رستگاران و کامیاب شدگان بگرداند. آمین یا رب العالمین. غيرته وأهله سرعة الدهر بالغيار. نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر. نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر. نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر. إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر.